سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هستی صداقت؟ بله هست اگه فعلا هست. امیدوارم خوب هستی برادر زنده سینه باشی شروع. برادر. همین یک گپ ما 10 بار گفتم که همین افیر خطا میگم. بگو. اگر مردم تاجیک قدر میداشت در درون تاجیکستان من خودمون قدر میداشت. برای که هزارها قابل جان عزیب برقی در دود انگشت کشته است. اگر راه میخوردی بدبخت همون تاجیکایی که درون تاجیکستان راه میخورد. اکی قابل یک کوچک گودک بود. بله. ای فقط اگر همون 11 میلیون که ولی میگه همین 11 میلیون اگر بوم بره یگان جا شغل نیست رحمانوفا. فقط آیله خودش باید بمونه. راست. ما ای بخیمونه برای چی؟ برای که حق خیمونه ای رحمانوف طلب نمیکنیم. بریم ای روسیه تاجیکستان بگیم با ما کار بته، با ما سوید بته. ها ما جنایتکار میشه میاره که رحمانوف که پرسیدیم. انو حالت رحمانوف شاید که یگان چی فکر کنه. تا حالتی که همین کار ما نکنیم یگان خیلی اعتراض هم در دورین تاجیکستان کردن میشه. رنگی شما گفتید بلاگیرو تو همون نقطه خودشون هم میان که اصلا صحبت کردن نمیتونن همون حالا با همون نقطه را میگم اصلا نمیتونیم گفته. تا روز گرفت رحمانوف هست یگان آبادی در تاجیکستان نمیشه. این نخواهد چی. بله درست. در امان الله خدا یار نگهدار. زنده باشی برادر. تشکر زیاد.